عشق است حاجی. اومدیم کجا؟ هاشمیه. هاشمیه بریم جنگل جیغ. بریم جنگل جیغ. با ما همراه باشین که دیگه قرار جنگل جیغ رو بتره کنیم. با موتور میخوایم بریم به جنگل جیغ با ایروکس. بده بریم آقا بریم جنگل جیغ. با ما همراه باشین. چه اومدیم جای خطرناکی رو برش کشیم در و برا چرا اصلا دیده نمیشه اینجا. ترسون آمده ما با ایروکس. ما اینجا شما دخانه کار نکنید. فعلا رسیدیم به یه جای خفن. نگاه کنید ویورره داشمتین نمیافتی اصلا. بیا این بر بیا تو موتور. به جای یک جا درستان اومده این جنده خواهی میخوایی متین که همینجا جفت کرده میگه نره. میگه نره. بذار الان بهتون نشون میدم رو رو نگاه کنید. جلومون رو کوه و تراش شدن نمیشن. لا اله الا الله. نظر چی آقا متین؟ خیلی خواهی میخوایی اینجا آمده. خیلی جای ترسناکیه واقعا. چیزی چه شبیه متینه. باش تک بیتای میگیری کسکش قشنگ رنگش کفیه توه. کشتی میگیری باش. الان بچه‌ها تو کامنت ها میگن تو این رو بسیجی. نظر چیه داشت؟ داره شیر و کیک میخور. من چین دهنت سرویس سگه فرار کرد تا از دست اکسر که دیگه هیچی حق داشت. خیلی سمی. یه گازره یه گازره داشت. What the fuck is going on here? بچه‌ها اومدیم تقریبا جنگل جیغ. اینجا آسفالته. آسفالت پیدا منطقه. این برو بگیر. اینجا پایینش این میزنه ساکت. نگاه چه جاییه. صدا خصوشه اومدیم دیگه حاجی. دل رو زدیم به دریا. اومدیم جنگل جیغ. بریم راه ببینیم چی جوریه. واقعا خیلی جای عجیبیه. یه دونه آدم باز دوباره ندیدیم تو راه. دوباره با اینکه برگشتیم جای عجیبیه حاجی. ما اصلا تو مسیر داشتیم یه جا دیگه میرفتیم اصلا. آره اول داشتیم اشتباه میرفتیم. بعد تقریبا دو غنگی چیزه ساعت شب دادش ما اینجا آمدیم. صدا رو شنیدی؟ آره یه چیز رفت توی موتور. اوکی بکنم یه چیز یک سره چجوری؟ صدا رو زیاد کنید نگاه. آجی همه چی دیدم. خیلی باحال بود. درختای خیلی بلند و قشنگی داشت. اینش عجیب بود که مردم اونجا کم کرده بودن. مردم کم کرده. و چی میگم حاجی اینا چیه نن عروسی گرفتن دهنت خیلی واقعا ولی خیلی ترسناک. منم پیشم همین جاده کلاتی نه. داریم میریم به سمت سیدی و بریم یه دوری تو شهر هم بزنیم و برش بزا 33 تا بریم. باسا چی کم میشه. بیا
داشت آخه نگاه جاده رو یه جاده داغون وسط کبیریم تازه دست انداز خیلی وجیران جلومونه 3:33 خلاصه یادتونیم اینم بام هاشمیه تو راه برگشت آره برگشتیم داخل شهر ماموریت انجام شد شاره سالم رسید بخشی عالی تو حاجی ما برگشتیم جنگل داشتن توی نظر چیه خدا وکیلی دیگه تمام شده جی هر چی سختی آسمی بود رفتیم واقعا آجی ولی خیلی خستم ساعت هم همینجوری که میبینید ساعت چند داشت؟ 5:56 بذاریم اصلا دیده میشه اوکی تقریبا 6 دیگه الان شب بریم الان سجادی بریم خونه دیگه این بخواهیم دیگه فعلا